وحشیگری در لباس دین. حتی بعضی علما مراجع، یعنی بعضی علما گفتن مردن کاری بکنه آدم بمیره در مصیبت هاست. در همین اصفهان کی بود که چاقو زده بود کرد؟ بله، بعدم به دادش رسیده بودن نیکوشته بود. بله، چاقو زده. این بله اخویه مرحوم آقای خادمی بله اون معروف شدی، بعدش هم خوب شد. ولذا بعضی ها نظرشون است که در باره امام حسین به حد مردن هم برسه، جا داره که در باره امام حسین به حد مردن هم برسه، جا داره. بینندگان محترم، دین مبین اسلام دین آسانگیری و سهولت است و پیامبر بزرگوارمان پیامبر رحمت است، چنان که الله متعال می فرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله برای شما آسانی می خواهد و نمی خواهد به شما سختی روا بدارد. اما آخوندهای رافضی برای اینکه مردم را از دین اسلام متنفر سازند و اسلام را برای غیر مسلمانان دین خشونت و وحشت جلوه دهند، مردم را به غمزنی و زخم کردن سر و صورت و جسم تشویق می نمایند، حتی اگر این امر سبب مرگ آنان گردد. و این در حالی است که این امور را هیچ عقل و باوری نمیپذیرد. این امر از یک سو سبب بدبینی و بیزاری بسیاری از فریب خوردگان این خرافات نسبت به اسلام راستین می‌گردد و از سوی دیگر علاقمندان به اسلام را از ورود به آن بیزار می‌سازد. الله متعال مسلمانان را از خودکشی منع نموده و می‌فرماید ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. و خود را نکشید، همانا الله نسبت به شما مهربان است و کسی که از روی تجاوز و ستم چنین کاری را انجام دهد او را با آتش خواهیم سوزاند و این کار برای الله آسان است. و نیز می فرماید ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و خود را با دستهایتان به هلاکت نیندازید و نیکی کنید، همانا الله نیکوکاران را دوست دارد. همچنین از امام صادق رحمه الله روایت شده است که فرمودند من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها. کسی که عمدن خودکشی نماید برای همیشه در آتش جهنم می سوزد. من لا یحضره الفقیه ابن بابویه قمی، بهار الانوار مجلسی، وسایل الشیعه حر آملی. علاوه بر این آنچه امروزه در میان شیعیان به نام عزاداری امام حسین رضی الله عنه انجام می‌پذیرد مخالف با اقوال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایشات ائمه کرام می باشد. طبرسی در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 344 روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب. کسی که بر صورت زند و گریبان پاره کند از ما نیست. شیخ عباس قمی در منتهى الآمال جلد 1 صفحه 248 روایت می کند که امام حسین رضی الله عنه در کربلا به خواهر بزرگوارش زینب رضی الله عنها چنین وصیت نمودند خواهر من،
تو را قسم می دهم و باید به قسم من عمل کنی که وقتی کشته شوم گریبان در مرگ من چاک نزنی و چهره خیش را با ناخن نخراشی و از برای شهادت من ناله و فریاد و واویلا سر ندهی. به چند کلیپ از مراسم عزاداری امام حسین رضی الله عنه توسط روافض توجه نمایید که کاملا مخالف با دستورات اسلامی و فطرت انسانی است. آی بد فطرت‌های عالم که شیعه رو به خاطر عزاداریش استمساق میکنید، میگید اینا دیگه کیان اینجور خودشونو میزنن، با زنجیر، با قمه، با سینه، هر جوری میتونن میزنن. اگه بدونید با 6 ماهی ما رحم نکرد به پیر و جوون بود. چرا نزنیم؟ چرا خودمون رو غرق خون نکنیم؟ چرا به خون نغلطیم؟ حسین نگاه کردید غنداقه غرق خونه،